با یاد و نام خداوند بخشایشگر، علی مهری هستم، مشاور حقوقی و وکیل دادگستری. با ضمن عرض ادب مطالب خیلی مهمی رو در مبحث اسناد تجاری عرض خواهم کرد خدمت همه دوستان عزیز. انشاءالله که مثمر ثمر باشد و بتوانیم احقاق حق داشته باشیم در بسیاری از مطالبی که برایمون اتفاق میفته. با نام و یاد خدا مجددا شروع خواهیم کرد. علی مهری هستم، وکیل و مشاور حقوقی. مطالبی که به طور روان و سلیس خدمت شما همه دوستان عزیز و شنوندگان محترم عرض خواهم کرد مطالب اسناد تجاری هست که شامل چک، سفته و برات هست و هر شخصی حداقل یک بار با سفته و چک آشنایت موضوعی داره، چه برای مباحث وام یا بحث چک کشیدن یا سفته کشیدن هم مطابق این قضایا اطلاعات خاصی رو داریم. اما مطالب مهمی که توی قانون تجارت کشور ما موجود هست بحث مسئولیت‌ها و اشخاص چک، سفته و برات هست. ببینید توی قانون تجارت بیشتر قوانین مرتبط با برات، اما بیشتر قوانین هم در قانون تجارت که برای برات توضیح داده شده برای چک و سفته هم هست، شامل چک و سفته هم میشه. و ببینید دوستان عزیز، اصولا وقتی که ما بخوایم یک سفته، چک یا براتی رو صادر کنیم، اولین مرحله صادر کننده اون هست. من علی مهری صادر کننده چک هستم اینجا و برای این صادر کردن چک یک هدفی دارم. هدف من هم خرید ماشین، خرید لباس، خرید مایحتاج زندگی و امثال هم هست که باید توجه داشته باشیم که اولین شخص توی بحث اسناد تجاری صادر کننده اونه. دومین شخص ضامن صادر کننده هست. سومین فقط توی بحث برات داریم که براتگیر اونی که صادر کننده برات رو تحویل دارنده میده، میگه که اگر شما ظرف 10 روز دیگه اینو به براتگیر شخص ثالث برسون و پول رو از اون بگیر. برات که صادر میشه اینجا خود صادر کننده پول رو نمیده، در مرحله اول میگه برو به براتگیر که شباهتاً میخوام متوجه بشید مثل ضامن هست، اما ضامن نیست. میخوام متوجه بشید مثل ضامن هست، میگه برو به ضامن فرضی که الان ما ضامن فرضی گذاشتیم اسمش رو، مراجعه کن و اون مبلغ رو دریافت کن. سومین شخصی که توی برات هست زهرنویس موضوعه. زهرنویس هم غالبا همون دارنده هست. من چکی رو صادر کردم، سفته رو صادر کردم، دادم به دارنده میگه خب من میخوام برم باهاش خونه بخرم و این از سند تجاری رو به شخص دیگه منتقل میکنه، پس میشه زهرنویس و شخص بعدی هم میشه دارنده اون سند تجاری. لذا اشخاصی که توی سند تجاری دارن اولیش میشه صادر کننده، دومین آن زهرنویس، سومیش دارنده و ضامن زهرنویس یا صادر کننده. ضامن صادر کننده یا زهرنویس تضامناً با همون شخصی که ضمانت طرف رو کرده مسئولیت داره. یعنی ضامن مسئولیتش فقط برای صادر کننده هست. ضامن اگر برای زهرنویس باشد فقط
مسئولیت تضامنیش با همون زهرنویسه، با صادر کننده نیست. حالا اگر مسئولیت ها رو بخوایم بررسی کنیم، در اولین مرحله خدمت شما دوستان عرض کنم طبق ماده 249 قانون تجارت نوشته شده کسی که برات را قبول کرده، یعنی همون صادر کننده و زهرنویس ها، در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند. دارنده برات در صورت عدم تأدیه و اعتراض می تواند به هر کدام که از آنها بخواهد منفرداً یا به چند نفر یا به تمام آنها مجتمعاً رجوع نماید. داره توضیح میده مسئولیت این اشخاصی که توی سفته چک و برات هستن تضامنیه. اما یک نکته مهم هست که اگر ما بخوایم به این همچین قضیه برخورد کنیم و این حسن رو برای خودمون داشته باشیم، باید ظرف 10 روز توی بحث اسناد تجاری مثل چک و سفته و برات، چک هم ظرف 15 روز ما اعتراض عدم تأدیه بزنیم یا کلمه دیگری هم داره به عنوان واخواست انجام بدیم. یک نوع اعتراض رسمیه که ما بریم اگر برات باشه در اولین مرحله به براتگیر، اگر سفته و چک باشه به زهرنویس یا صادر کننده اون مراجعه میکنیم و در صورت عدم پرداخت وجه به طور رسمی اعتراض میزنیم. اعتراض هم اعتراض عدم تأدیه. در اون صورت این حسن اول برای ما باز میشه که ما بتونیم تضامناً به هر یک از این افراد داخل سند تجاری مراجعه کنیم. اگر سند 1000 تومان باشه ما میتونیم 500 تومنش رو از صادر کننده بگیریم، 500 تومان دیگر رو به زهرنویس یا همش رو از زهرنویس بگیریم یا همش رو از صادر کننده یا ضامن. لذا به این موضوع دقت داشته باشیم که باید ظرف مواعید گفته شده اعتراض خود رو به طور رسمی انجام بدهیم. دومین حسنی که این قضیه داره اعتراض عدم تأدیه، تأمین خواسته از طرفین یا همون اشخاص چک هست یا برات یا سفته. دوستان مستحضر هستین که اگر ما بخوایم مالی رو توقیف کنیم باید به دادگاه یک خسارت احتمالی بپردازیم که اگر شکست خوردیم توی اون دعوا، طرف مقابل یعنی خوانده مراجعه کنه به این خسارت احتمالی و هزینه‌های خودش رو دریافت کنه. اما توی اسناد تجاری اگر ظرف 10 روز باخواست بشود یا اعتراض عدم تأدیه انجام بدیم به طور رسمی، تأمین خاصه یا همون توقیف یک مالی رو از اشخاص سند تجاری رو داریم، اما خسارت احتمالی هم دیگر نمیپردازیم. نکته مهم این است: اعتراض عدم تأدیه. نکته سومی که باز موجود هست اینجا بحث اقامه دعوا علیه اشخاص سند تجاری هست که ظرف 10 روز که ما اعتراض عدم تأدیه زدیم یا همان واخواست انجام دادیم به مدت 1 سال الی 2 سال، 1 سال یا الی 2 سال که میگم عرض میکنم خدمتتون، 1 سال برای کسی که توی ایران هست، محل پرداخت ایران هست، و اگر محل پرداخت اون سند تجاری خارج باشد، یعنی ما صادر کننده توی ایران صادر کرد یک چکی رو و محل پرداخت اون فرانسه هست، این باید ظرف 2 سال از تاریخ اعتراض عدم تأدیه اقامه دعوا کنه. در غیر این صورت دارنده فقط میتونه به صادر کننده مراجعه کنه. اقامه دعوایی برای زهرنویس شامل نمی شود.